دنبال شکار کردن اونه. الان زنبورا رو عصبانی می‌کنی منو نیش می‌زنی. سلام. به سفر خانوادگی ما خوش اومدید. اینجا ناهوته. استان سیستان و بلوچستان. من کلی نیش زنبور عسل خوردم. کلی هم عسل خوردم. خانم اولین باری که قراره با زنبور عسل روبرو بشه یه لباس زنبورداری سرهمی شبیه لباس فضانوردیه. سفر فضایی، شرم طبیعی. آماده ای؟ آماده است. وسیله خیلی مهم این اهرامه. دست شما درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. این زنبورایی که اینجا می‌بینی همه زنبورای کارگرن. قشنگه. زنبورای نه مفخورن، فقط غذا می‌خورن. بهترین پیدا کننده های آب و منابع غذایی هستند. شکم‌ها به پست بهترین غذا کجاست؟ هم کشیده تره هم رنگش هم انگار تیره تره. همه زنبورام دور برش مثل خدمتگزارای خیلی خفن. اینا دیگه عسل کاملش اینا خانم. ببینید واقعا فوق‌العاده. خیلی شگفت انگیزه.